أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران دوستان گرامی قدر، با فضل و مدد الهی انشاءالله رب العالمین ما ساختمان مسجد را سر کردیم. برادرها یعنی کار سر کردن، از شخصیت هایی که در این یعنی ساختمان ما سهمی خود را گذاشتن سپاسگزار و شکرگزار هستیم. خداوند در برابر خدمت ها و یاردم هاش و اجر ثواب زیاد برایش نصیب گردانه. و از همه خواهش داریم که در حق ما و در حق خدمتگارهایی که در این مسجد خدمت دارند دعاگو باشید. خداوند برایشون قوت و مدد بدهد تا این خداوند بزرگوار مسجد ما را زودتر تیزتر آباد کنه انشاءالله. فضل کرم خداوند و انشاءالله که ما ساختمان سر کردیم امروز انشاءالله پاکیزه دارن تازه جوش یعنی خالی کرده شدن انشاءالله. از در قسمت خونده میتون دیگر کارهاش میگذاریم انشاءالله. از همه خواهش داریم که برادرها شکر در حق ما دعاگو باشید و باقی مانده همه در امان خدا باشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.